ربوبیت در اصطلاح چی میگن؟ در اصطلاح عقیده خلاصی کل درسایی که من خواندم او را خواستم بردان در یک کلمه که منظور از توحید ربوبیت توحید افعال الله سبحانه و تعالی. منظور از ربوبیت چی است؟ توحید بلند بگوین. منظور از ربوبیت چی است؟ نه تو میگه خوتان برده باشه. ربوبیت چی است مقصدش؟ توحید افعال الله سبحانه و تعالی. خب آل حافظ ابن احمد حکیمی یکی از علمای بزرگ است. این در کتاب خود چی میگه؟ این میگه که اقرار نماید که الله سبحانه و تعالی پروردگار، مالک، خالق، تدبیر کننده و متصرف همه مخلوقات. یعنی ببینین این بسیار مهم است در توحید، در بحث توحید. انسان اقرار داشته باشه که پروردگارم الله هست، مالک تمام دنیا الله هست، خالق یعنی خلق کننده الله هست، تدبیر کننده که تمامی امور دنیا و آخرت و کل از اینا را تدبیر میکنه ای الله هست، و متصرف همه مخلوقات که تصرف داره ای الله هست.